حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم با هم دهنت خونگی درست کنیم. اسم این شاعر، اسم این شهرزاده، این خواهر برادرمه. اومدیم با هم دهنت خونگی درست کنیم تا آخر ویدیو همراه باشیم. بیاین دهنت خونگیمون رو شروع کنیم. اول باید 2 لیوان شیر بریزیم. شاید بگی بس بیا اینو بده شهرزاد بریزه. شهرزاد بریز. بگی لیوانت بریز. آفرین. خب اینو بده. بذار نفری 3 تا نفری یکی بار از اینا بریزیم. شاید بسن بریز. 3 قاشق هم نشاسته زودت میزید. بفرمایید. بس. خب. خودتون هم بزنید توی این مخلوط باید 3 قاشق هم شکر بریزیم. 3 قاشق شکر. به منم بگی. واسه میگیرم. سوم شده بشه عزیز. یا بفرمایید. بله. آفرین. خب باید نیم نصف اینا بازی بریز. نصف قاشق. نه که نصفش. راحت. من میخوام. یا خب یه قاشق هم از این چیزی بخور. چیزی خوری. یه قاشق. نصف قاشق داره کنی. خب باید ما اینو هم بزنیم تا کامل. هم بزنیم تا به این شکل در بیاد. باید این ماتو بزنیم. نشونه بگی. داخل این بریزیم. باید تا موقع باید همش هم بزنیم تا خودشو بگیره. بدون عمدا بنام تمام واسه پیاده. واسه نمیخواد دارش بدید. بیا بالا دارش بدید. گزارشی باید خامه صبحانمون رو به دلخواه به اندازه دلخواه اضافه کنیم. اصلا خب من میدم. باش بس. من میدم. یا علی. یه تاشم تو خالی کن. بذار من بریزم. شاید بریز. آفرین. خب بس تمام شد. بیا هم بزنیم. نامرد نیست. من بایدم بده. بدی من یا تو بدی من بایدم بده. بده. نه. بیا بیا. او وقتی که اینجوری شد یه دقیقه هم بزنیم هم بزنیم. که اینجوری شد باید هم بزنیم. که موقع زدیسی داخل کاسه می‌ریزیم و به هر شکل تزیینات می‌خواستیم میتونیم تزیین کنیم. شاید هم بنداز. عزیزم بده. خب بچه‌ها شروع کنیم می‌خوردن. واقعا دهن‌های بازار خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. عالی. خیلی خوشمزه. خب انشالله که از این ویدیو خوشتون اومده باشه از این آموزش. خیلی اگه خود پیدا کن. بس که اون دهن‌های خیشتر خیلی واقعا خوشمزه شده بود. بهتون پیشنهاد میکنم که این درست کنیم. متاسفانه قابل عمل شامل نکردیم دیگه.